بچه‌ها اگه براتون سوالی که الان کجام باید بهتون بگم یه داستان درازی داره که توی این ویدیو قرار بفهمید. البته همین از اسم ویدیو معلومه که چه خبره توی این ویدیو، ولی با من همراه باشین چون روزی که امروز داشتم خیلی باحال بود و کلی براتون ویدیو گرفتم که میتونید تو ادامه ببینیدشون. اول این ویدیو باید 45 دقیقه میگرفتم، ولی خب مغزم اینجوری بودش که واقعا فکر کردم الان میتونم حرف بزنم با دوربین، برای همین نگه داشتم و آخر میذارم اول ویدیو، حتی آخر ویدیو هم آخر امروزم که الان هستم هست جواب خیابانی. اگه براتون سوالی که کجام باید بگم که واقعا فکر نمی‌کنم براتون سوال باشه، چون که اسم ویدیو روش نوشتی که تهرانی. خوبه که واقعا آدم‌ها دل هم دیگه نشونن. خب اشکال نداره، میخوام براتون بگم فقط بریم ویدیو رو ببینم. جدا داری خیلی کشش میدی. خیلی خب بریم ویدیو رو ببینیم. خب همونجوری که میبینید اینجا توی فرودگاه هم صبح نتونستم براتون ویدیو بگیرم چون خب اصلا نخوابیدم، تا 4 صبح خوابیدم و خیلی خستم. اینجا هم که هواپیما داره میره بالا، خواستم مثلا یه ویدیو بگیرم. این تیکه که میره بالا خیلی باحاله، یعنی یه جوری که انگار قلبت میمونه پایین، بعد یهو نه قلبت میره بالا و روحت میره پایین. حالا همین اینم از قضیه هواپیمایی که خب تعریفی نداره، دارم میخورم اینجا. بعد هوا رو ببین، بچه‌ها میگفتن این هواپیمایی که سوار شدم قشنگ از هواپیمای ماداگاسکارم خراب‌تره. تو رو خدا بعد واقعا سالم رسیدم، خدا رو شکر. هیچ وقت کسایی که قبل اینکه هواپیما درش باز شه بلند میشن درک نمیکنم. کجا میری آقا؟ اینجا منم که اومدم چمدونمو بگیرم. رسیدم ولی چمدونم که داخلشون بگیریم و حسابم چمدونمو گرفتم و مثل مردن کبوتی خوشحال رفتم سوار اسنپ شدم و تو راه خوابیدم و رسیدم سر پروژه. با یه دختر خوشگل آشنا شدم. اینجا هم که چای، چون که میدونین توی چون درمانی فقط چای. چه بری عوض کنی انقدر این بدن رو بگیری؟ چرا عوض کنم؟ این بتمن رو عوض نمی کنی برامون؟ بتمن رو عوض کنه؟ آره دیگه لطفا. بچه بعدن که ویدیوشو گذاشتم میدونی که باید چیکار کنین دیگه. حالا بریم اینو عوض کنیم. خب اینو پوشیدم، من براش بتمن دیدم ولی اون مالیبو دوست داره. کانسپت این بود که لباس خونه باشه. ما با این لباسا میخوابیم، اینا لباسای خونه ما الکی ماسوان. یه شلوار اسپایدرمنی دارم. ای با لباس اسپایدرمن من میشه ست باشه. داره بد نگاه میکنه. ببین نذاش من لباس نذاشتی بتمن بپوشم. آنه جام آقای فیلم بردار خسته نباشین. ببین من اوکی، اون آقای هیکل بتمن الان داره کش میده همه چی رو. تکونی که این آینه رو بدی آقا دفرین دنباله. آقا دفرین رو باشه میگه با تو مشکل دارم. میگه مو نداره. مشکل دارم بابا من چیکارت کردم؟ مو داری بیا بودن. این همه برگ آورده. دونه نوشته سلام کجایی؟ غور میزنی. اینجا هم داشتیم ویدیو نگاه می‌کردیم ببینیم چطور شده. بعدش رفتم پیش دخترا و می‌بینی می‌خوای غذا بخوری، دوربین تو عروسی ها میاد رو صورتت. دقیقاً یه همچین وضعیتی بود. تا دهن چون کلا 3 ساعت خوابیدم. الان اومدم توی این اتاق که چون بعد نشستم کاملا اینجوری که یکم استراحت کنم. امیدوارم نخوابم. میدم تلاشمو میکنم که نخوابم و پر انرژی باشم، ولی واقعا مغزم و چشام دیگه داره دستور خاموش شدن میده. اینجا ها مشغولن، هیچ کس حواسش به من نیست که خدا رو شکر دختر خوشگله فهمیدم. نفهمیدم هیچ کس نفهمید. بعد داشتیم غیبت میکردیم فهمیدیم میکروفون بهمون وصله. اینه که بده. نگاه چقدر ناراحتی. خیلی قشنگ دنیا رو یه دنیای دیگه ایم. اینجا هم داشتیم یه سری اطلاعات مخفی رو رد و بدل میکردیم، یه سری چیزایی که فقط ما میدونیم. اینجا هم داریم راجع به کثیفی هوا صحبت میکنیم. اینجا هم فهمیدیم که در کنار ما یه دونه خواننده خفن وجود داره. اینجا اومدم ازش یواشکی ویدیو بگیرم، ولی همون لحظه دید و بس جوری رفتار کردیم که انگار داشتم از خودمون ویدیو میگرفتم. ما داریم به داشتیم از خودمون ویدیو میگرفتیم. وایس من دوربین برعکس میکنم، شما الان در بیارین که فکر کنم او داریم میرقصم. بچه‌ها همه اینجا اینجوری با کلاس نشستن بعد می‌بینیم
اشوه های اینو من داشتم. یکی از جمله هایی که خیلی توی ضبط ها گفته میشه اینه که دوربین. وضعیت پولام یک روز بعد از واریز تموم شد. چی؟ تموم شد؟ خلاصه که خیلی سرد بود. تیزر نمیتونه همه جا رو گرم کنه و ما داشتیم با سشو. البته خانم خوشگله داشت با سشو و ما رو گرم میکرد که دستش هم درد نکنه. واقعا خیلی سردمون بود. تا از ناخونم هم تعریف کرد. حالا خیلی داشت زب سریع پیش میرفت که برقم رفت. نه برق داریم، نه سیستم گرم میشه. الان باید بگیم این همه خوشبختی. حداقل برق که نداریم ولی چای داریم. بعد یه ساعت و نیم برق اومد و رفتیم که موهامو جزواله کنم، کیلی کنم که ویدیو رو بگیریم. قیافه تو رو خدا نگاه. گردنم آه لیله بعد اینجا خانم خوشگله اومد آرایشم بکنه که بریم ویدیو رو بگیریم و من معذب چون اینجوری هم ای خدا جا دست میزنم به دوربین. همچنان سر پروژه‌ایم و هنوز تموم نشده و من ولی تموم شدم دیگه، نمیتونم ادامه بدم. کجایی؟ پایین بهتون میگم بیا ولی تند نره، خیلی آرومتر و با همون شروع را بید. اوکی شوتون یکم بیشتر میام هست 3 2 1 بیا بعد رفتیم بیرون ویدیو بگیریم. ببین سرد بود، سرد چیم نرمش میکردیم گرمش دیگه. حتی دوربین هم تموم شده بود و داشتیم آخرین سکانس رو هم میدیدیم که جمع کنیم و بریم. بالاخره تموم شد. الان میرم هتل و فکر کنم یه 10 ساعتی استرس دارم و یه عالمه میرم استراحت کنم که فردا هم بودم برو میبرم. مرسی که تا اینجا میدونید. البته میریم هتل بلاگ ادامه داره. خب بچه‌ها من رسیدم هتل. خیلی خستم، خیلی زیاد. ساعت 12:30 رفتم چون همه سوپرمارکت بسته بود و خیلی گرسنه بود. من غذا گرفتم. الان میخوام بشینم بخورم. هنوز میکاپ عروسایی رو میبینید هنوز رومه و برم دوش بگیرم که برای فردا آماده شم. ولی فعلا دارم از گوش بگیری میرم و میخوام چیزی بخورم. امروز واقعا پروژه جالبی بود ولی خیلی سخت بود. یه سناریوی خیلی بامزه نوشتیم که حواستون باشه که سناریوه مثلا این خیلیه سوسش بامزه است. نمیدونم دوستش دارم یا دوستش نمونم. من خونه که بودم تصمیم گرفتم رژیم بگیرم و دیگه غذای فصلی نخورم و الان خیلی عذاب وجدان دارم. انقدر عذاب وجدان دارم که اصلا از یارم پایین نمیرم. واقعا ساندویچ خوشمزه درست کردم و خوشحالم. از یارم پایین نمیرم. رفتم دوش گرفتم و بیایم روتین پوستیمو بهتون بگم. من چند وقت پیش یه دکتر پوستی رفتم و اون به جای اینکه من بگم ماهی 2 بار اسکراب کن صورتت، من گفت روزی 2 بار اسکراب کن و برای همون من سطح دفاعی پوستمو به کل از دست دادم. واسه همینم هر وقت که میرم یه جایی و آرایش زیاد میکنم پوستم کاملا اینجوریه که لطفا کارمند نکن و مخالفتش رو به وضوح نشون میده بهم. پس بیاین روتین شب من رو ببینیم. الان صورتمو شستم بعد یکم تونر میزنم. چند دقیقه وای میستم که این تونر کاملا یکم جذب صورتم شه. بعد برم بعد از اینکه تونر دادم کرم به چشمم استفاده میکنم. قسمت این به چشم خیلی حساسه. باید حواستون باشه که باشه زیر رفتار میکنید و الا خیلی زود چیراشو میفته. بعد از اینکه کریم زیر چشمم زدم یکم سرم نیاسینامید میزنم که برای منافذ خوبه و یه جوری یک دست کردن این توست. اینجا دوباره هر هم تکرار میکنم چون یادم رفته که گفتم اینو. نیاسینامیدم توی کردم اینم برای منافذ و خوبه دیگه. یه ذره باید میستم که اینا جذب شه
هی خیلی جذب میشه. میخوام این تشکر بکنم ازتون که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. تا اینجا باشه این اولین ویدیو من بود. مطمئنم که کلی ایراد داره که حتما توی کامنت ها بهم بگین که بتونم محتوایی بسازم که لیاقت اینو داشته باشه که شما وقتتون رو بذارید و تماشاش کنید. خلاصه که مرسی از همتون که تا اینجا با من بودین و هنوز ویدیو ادامه داره ولی گفتم از وقت استفاده کنم. این ویدیو خوش میشه. صبر اومد. همه اون این رسم داریم که صبر اومد دیگه. خب میتونیم ادامه بدیم. بعد از اینکه اونو زدم یه مقدار هم از کلاژن هیالورونیک اسیده چه اسید هست این از آبرسان داره اصلا میتونفتی باشه خوبه انگار واقعا آب تزریق میکنم پوستم های خیلی مورد بزنی که آب بخورم میگم پوستم بخوره. بعد بوی آب میده نمیدونم چه توضیح بدم. بوی آب خونه که دوبارای از کوب در اومد بوی آب میده. بوی آب تمیز دوبارای نوش جان خونه که تابستونی نمیدونم خیلی خوب میده. میدونی دوباره منتظر میمونیم که اینم جذب شه. اینقدر تعریف کردم از آب که تشنم شد که من آب بچه آب خیلی مهمه. نوشیدن آب خیلی مهمه. یعنی بهترین کاری که برای خودتون میتونید انجام بدید اینه که کلی آب بخورید هر روز که من خودم این کار نمیکنم پس زیاد نمیتونم به شما انجام باشم که انجامش بدین چون ولی انجامش بدین دیگه شما مثل من نباشید. شما سعی کنید خیلی بهتر از من باشید. کاش واقعا بیشتر آب میخورم. احساس میکنم تا حدودی جذب پوستم شد. نگاه کنید صورت فلکی درست کردم برای خودشون. کریمی که استفاده میکنم کریم دکتر آلتیاه همون چیز داره مثل همون شامپوهای 3 in 1 نمیدونم واقعا میکنم یا حکم همون مرتب کنم نداره. مثلا میرم که مسواکم بزنم بعد بیام و بخوابم. خب بچه از اونجایی که حافظه یک کوتاه مدت من مشکل داره بعد از اینکه دندونم مسواک زدم خوابم گرفت و خوابیدم. واسه همینم هیچ ویدیویی واسه آخر ولاگ ندارم. پس این ویدیو گربه رقصان رو گذاشتم تا همزمان که داریم به این نام میکنین ازتون تشکر کنم که ویدیو رو تا اینجا دیدین. اگه دوست داشتین نظرتون رو برام کامنت کنین. لایک و سابسکرایب و اینا هم دیگه نمیدونم خودتون بهتر میدونین. دوست داشتین انجام بدین. همین مرسی ازتون. خدافظ.